بسم الله الرحمن الرحیم. در این بخش از حل تمرینات درس ریاضیات عمومی به بحث مربوط به مماس بر منحنی‌های پارامتری میرسیم. همونطور که مشاهده میکنید 14 تا تمرین و معادله پارامتری رو شما دارید و در صدد پیدا کردن خطوط مماس بر این منحنی‌ها هستید. همینطور ما مقادیر مشتق دوم اینها رو نسبت متغیر x نیاز داریم که داشته باشیم. همونطور که از متن درس شما خوندید، برای اینکه ما بتونیم خط مماس بر منحنی رو به دست بیاریم، اگر x ما مساوی باشه با یه ft و j ما و y برابر بشه با یه j t، در واقع y منهای y صفر مساوی میشه با m در x منهای x صفر. خط مماس بر منحنی ما خواهد بود و m ما در واقع مشتق y نسبت به متغیر x هستش. همونطور که از روابط مشتقات زنجیری خوندید، میتونیم dy به dt تقسیم بر dx به dt رو به عنوان مشتق dy به dx برای توابع پارامتری استفاده بکنیم و ما هم از همین تکنیک استفاده میکنیم. معمولا اسم این رو y پریم در نظر میگیریم، اما چون ما اینجا برای شی میخوایم استفاده کنیم از نماد m برای اون استفاده میکنیم. برای مشتق دوم در واقع d2y به dx به توان 2 ما باید یک بار دیگه از y پریم مشتق بگیریم، یعنی dy پریم به dx. اگر y پریم رو باز یک تابع پارامتر یک معادله پارامتری در نظر بگیریم، در واقع dy پریم به dx میشه dy پریم به dt و dt به dx به dt تقسیم بر dt و این رو ما میتونیم به عنوان مشتق دوم در نظر بگیریم. حالا اگر من بخوام سوال شماره 1 رو حل کنم، به ما x رو برابر با 2 تا کوسینوس t داده و y رو برابر با 2 تا سینوس t و میخواد شیب خط رو در t برابر و اینجا برای t برابر با p4 میخواد ببینه که خط مماس بر منحنی در نقطه t برابر با p4 چه عبارتی هست. برای اینکه ما این رو به دست بیاریم، در ابتدا باید y پریم یا همون m که شیب خط هست رو در نقطه p4 داشته باشیم. بنابراین من برای اینکه m رو به دست بیارم برابر استش با مشتق y به t تقسیم بر مشتق x نسبت به متغیر t. مشتق y نسبت به متغیر t در واقع برابر میشه با مشتق عبارت دوم بر حسب متغیر t میشه 2 تا کوسینوس t و dx به dt ما برابر میشه با منفی 2 تا سینوس t. پس در کل رابطه m ما برابر میشه با 2 تا کوسینوس t تقسیم بر منفی سینوس t. منفی 2 تا سینوس t که دو بالا و پایین با هم حذف میشه، برابر میشه با منفی کوسینوس t تقسیم بر سینوس t. من الان در واقع اینجا من به جای m باید بنویسم y پریم و m در واقع برابر میشه با y پریم در نقطه t برابر با p4 و این رو من اگه p4 در داخلش قرار بدم میشه منفی کوسینوس p4 تقسیم بر سینوس p4 که در واقع رادیکال دو دوم هست کوسینوس و سینوس در رابطه p4 و منفی 1 رو به من خواهد داد. m من برابر میشه با منفی 1. پس من برای اینکه خط رو به دست بیارم y منهای y صفر مساوی با m که هست منفی 1 در x منهای x صفر. حالا x صفر ما چیه؟ همون نقطه‌ای که در t مساوی با p4 باید به دست بیاریم. y صفر هم همینطور. پس x صفر میشه x در نقطه p4 یا به عبارت دیگر 2 تا کوسینوس p4 یا رادیکال دو دوم که میشه رادیکال 2 و y صفر میشه y در نقطه p4 t رو برابر p4 در نظر میگیریم 2 تا سینوس p4 که بازم میشه رادیکال دو دوم که ضرب در 2 میشه رادیکال 2 و اینجا در واقع فرمول خط مماس بر این منحنی پارامتری به این صورت تعیین میشه: y منهای رادیکال 2 مساوی با منفی 1 ضرب در x منهای رادیکال 2 معادله
خطی هستش که ما اینجا ازش قرار در نقطه P4 استفاده بکنیم. بخش دوم این سوال باید مشتق دوم این تابع رو به دست بیاریم، یعنی D2y به dx2. برای اینکه این کار انجام بدیم باید یک بار دیگه از y پریم که این عبارت هست مشتق بگیریم نسبت به متغیر y، یعنی dy پریم به dt تقسیم بر dx به dt. این برابر میشه با خط کسری. خب dx به dt رو که قبلا ما به دست آورده بودیم، مشتق تابع نسبت به متغیر t، مشتق x نسبت به متغیر t برابر میشه با منفی 2 تا سینوس t. و الان اگر بخوام از y پریم مشتق بگیرم میشه مشتق صورت در مخرج، میشه مشتق مخرج در صورت، یا میتونیم این رو به عنوان کوتانژانت x هم در نظر داشته باشیم و مشتق کوتانژانت رو به دست بیاریم که مشتق تابع کوتانژانت منفی کوتانژانت میشه منفی کوسکانت به توان 2x که در یک منفی اگه ضرب بشه در واقع کوسکانت به توان 2t نتیجه نهایی برای مشتق تابع کوسینوس کوتانژانت خواهد بود. خب خیلی راحت هم میتونید مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت رو انجام بدید، مخرج به توان 2 و یک عبارت کسری بزرگتر رو قرار بدید که ما این کار رو انجام ندادیم. برای حل سوال شماره 2 کافیه که باز همون متدی که در روش شماره در سوال شماره 1 پیاده سازی کردیم برای این هم به همین صورت انجام بدیم. x ما برابر استش با سینوس 2p t و y ما برابر میشه با کوسینوس 2p t. کافیه که من بیام مشتق x رو نسبت متغیر t به دست بیارم که در واقع 2p کوسینوس 2pt هست و مشتق y رو هم نسبت متغیر t به دست بیارم که منفی 2p سینوس 2pt خواهد بود. الان y پریم ما برابر میشه با dy به dx به dt تقسیم بر dx به dt و این برابر میشه با منفی 2p سینوس 2pt تقسیم بر منفی مثبت 2p کوسینوس 2p ضرب در t که این 2p پایین و 2p صورت با هم حذف میشن و برابر میشه با منفی تانژانت 2p ضرب در t به عنوان y پریم ما در نظر گرفته میشه. حالا برای اینکه من m رو به دست بیارم باید y پریم رو در نقطه t برابر با منفی 1/6 به دست بیارم. t برابر با منفی 1/6 و این برابر میشه با منفی تانژانت 2p منفی 2p ششم یا به عبارت دیگر منفی تانژانت منفی p سوم. و همونطور که خودتون هم خوب میدونید تانژانت p سوم در واقع برابر میشه با تانژانت زاویه منفی با منفی تانژانت برابر هست و این رو میتونم به صورت تانژانت p سوم بنویسم و در نهایت برابر با رادیکال 3 و این شیب خط ما خواهد بود. برای اینکه من خط مماس رو هم به دست بیارم کافیه که x صفر که معادله x بر حسب t هست رو در نقطه منفی 1/6 به دست بیارم، سینوس 2p ضرب در منفی 1/6 یا سینوس p سوم که سینوس p سوم برابر میشه با سینوس منفی p سوم برابر میشه با منفی رادیکال 3 دوم، y صفر هم برابر میشه با کوسینوس منفی p سوم و این برابر میشه با 1 دوم و برای اینکه خط مماس رو من به دست بیارم y منهای 1 دوم مساوی میشه با رادیکال 3 در x منهای منفی رادیکال 3 دوم و این به عنوان خط مماس بر این منحنی نتیجه خواهد شد. برای اینکه من d2y به dx رو به دست بیارم باز من باید از y پریم یک بار دیگه مشتق بگیرم. من نسبت متغیر t اگر مشتق بگیرم میشه منفی 2p ضرب در 1 به علاوه تانژانت 2pt تقسیم بر مشتق x نسبت به متغیر t هم برابر استش با 2 تا p کوسینوس 2p ضرب در t که 2p صورت و مخرج با هم حذف میشه و یه منفی در نهایت باقی میمونه، منفی 1 به علاوه تانژانت 2pt تقسیم بر کوسینوس
2 ضرب در پی ضرب در تی به عنوان حل مسئله شماره 2 اینجا برای ما نتیجه خواهد شد و به این صورت این رو ما خواهیم دید. تمرینات شماره 3 و 4 به همین صورت با استفاده از روابط مثلثاتی و مشتق‌گیری های متوالی به دست خواهد اومد و شیب خط و مشتق دومش رو به راحتی میتونید به دست بیارید. برای حل سوال شماره 5 من x رو برابر با t به ما داده و y رو برابر با رادیکال t در نقطه t برابر با 1/4 میخواد شیب خط موماس رو به دست بیاره. برای اینکه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم y پریم برابر میشه با dy به dt و dx هم به dt عبارتی هستش که y پریم رو به ما خواهد داد. مشتق y نسبت به متغیر t برابر میشه با 1 تقسیم بر 2 رادیکال t تقسیم بر 1 و این برابر میشه با 1 تقسیم بر 2 رادیکال t در نقطه 1/4. این برابر میشود با 1 که 1/4 زیر رادیکال میشه 1/2 1/2 با 2 که در ضریب رادیکال قرار گرفته حذف میشه و 1 منفی 1 در صورت داریم و همون رو می نویسیم. x صفر ما برابر میشه با 1/4 و y صفر ما برابر میشه با 1/2. x منهای y منهای y صفر ما که برابر میشه با 1/2 مساوی میشه با منفی 1 ضرب در x منهای 1/4. شیب خط موماس منفی 1 و معادله خط موماس ما به این صورت به دست میاد. برای مشتق دوم هم d2 y به dx2 ما میتونیم یک بار دیگه از y پریم نسبت متغیر t مشتق بگیریم و در مشتق در واقع معادله x بر حسب t میتونیم در مخرج جایگذاری کنیم که 1 هست. صورت ما هم در واقع منفی 1/2 t به توان منفی 1/2 خواهد بود. من از این باید مشتق بگیرم برابر میشه با منفی 1/2 ضرب در منفی 1/2 t به توان منفی 3/2 تقسیم بر 1 که یکش باقی میمونه و برابر میشه با منفی 1 مثبت 1/4 1 تقسیم بر رادیکال t به توان 3 ریشه دوم و مشتق دومش به این صورت به دست میاد. برای حل سوال شماره 6 x ما برابر میشه با سکانت t سکانت به توان 2t منهای 1 و y ما برابر استش با تانژانت t ما هم در نقطه منفی p4 خواهد بود. برای اینکه ما شیب این خط رو به دست بیاریم x صفر من برابر میشه با بذارید یکم اول من x رو ساده تر بنویسم شاید بتونیم راحت تر با این مسئله کنار بیایم. سکانت در واقع 1 تقسیم بر کوسینوس x هست کوسینوس t هستش که به توان 2 میرسه منهای 1 و از این من میتونم نتیجه بگیرم 1 منهای کوسینوس 2t تقسیم بر کوسینوس t به توان 2 رو به این صورت می‌نویسیم. 1 منهای کوسینوس 2 میشه سینوس 2 میشه سینوس به توان 2t تقسیم بر کوسینوس به توان 2t یا به عبارت دیگر برابر میشه با تانژانت 2t و y ما هم برابر با تانژانت t هستش و با توجه به این رابطه‌ای که داریم x صفر هم برابر میشه با تانژانت 2 منفی p4 که در واقع برابر میشه به تانژانت p4 یا 1. y صفر ما هم تانژانت p4 هست که این هم نتیجه میدهد 1. پس نقطه‌ای که ما باید مشتق رو در خط موماس رو در اون نقطه به دست بیاریم نقطه 1 و 1 هست. برای اینکه شیب خط موماس رو به دست بیاریم در واقع باید y پریم رو در نقطه منفی p4 به دست بیارم. مشتق y نسبت به متغیر t مشتق x نسبت به متغیر t رو به هم دیگه تقسیم بکنم. مشتق y نسبت به متغیر t برابر میشه با 1 به علاوه تانژانت 2t و مشتق x که تانژانت به توان 2t هست میشه 2 تا تانژانت t 1 به علاوه تانژانت 2t. اینطور ما میتونیم از کنار سکانت عبور کنیم دوباره به همون فرمول آشنای تانژانت 2 برسیم. هرچند که ما میتونیم از همون اول با سکانت کار بکنیم و نتیجه گیری خودمون رو از فرمول هایی که داشتیم
به دست بیاریم. از این میتونم نتیجه بگیرم که m برابر میشه با 1 به علاوه 1 به توان 2 در صورت 2 داریم. من منفی پی چهارم رو به جای تانژانت قرار دادم. دوباره به جای در مخرج اگر منفی پی چهارم رو قرار بدم 2 ضرب در منفی 1 میشه منفی 2 ضرب در 1 به علاوه 1 برابر است با 2 و 1 منفی 1 دوم شیب خط ما خواهد شد. پس بنابراین وای منهای 1 مساوی میشه با منفی 1 دوم در x منهای 1. فرمول مربوط به خط مماس بر منحنی در نقطه 1 و 1 یا در لحظه t برابر با منفی پی چهارم خواهد بود. با سوال 7 هم به همین صورت روابطی بین سکانت و تانژانت هست که خودتون دیگه سوال شماره 7 رو بخونید و حل کنید. برای حل سوال شماره 8 x ما برابر میشه با منفی رادیکال t به علاوه 1 و y ما برابر میشه با رادیکال 3t. برای اینکه من شیب این خط رو به دست بیارم کافیه که y پریم مساوی میشه با مشتق y نسبت متغیر t، یا به عبارت دیگر میتونیم این رو به صورت رادیکال 3 در رادیکال t بنویسیم که چون به ضریب هست بیرون مشتق قرار میگیره. رادیکال t هم 1 تقسیم بر 2 رادیکال t خواهد بود. در مخرج هم یک منفی که داریم، یک منفی دیگر هم در صورت ظاهر میشه، مشتق داخل میشه 1 تقسیم بر 2 تا رادیکال t به علاوه 1 جواب نهایی خواهد بود. حالا ما در t برابر با 3 میخوایم این کار رو انجام بدیم. یعنی من اگر اینجا به جای t قرار بدم 3، m من برابر میشه با y پریم در نقطه t برابر با 3 و این برابر میشه با رادیکال 3 در 1 تقسیم بر 2 رادیکال 3 تقسیم بر منفی 1 تقسیم بر 2 رادیکال 3 به علاوه 1 برابر میشه با 4. این رادیکال 3 صورت مخرج با هم حذف میشه. یه منفی 1 دوم در بالا داریم، یه منفی 1 دوم هم در مخرج و یه 1 دوم دیگر هم که از یک رادیکال 4 نتیجه میشه به دست میاد. این منفی 1 دوم ها حذف میشه و در نهایت جواب 2 رو برای شیب خط مماس به من خواهد داد. x صفر ما مقدار t برابر با 0 اگه قبلی میشه منفی 2 و y صفر هم برابر میشه با 3. از این من میتونم نتیجه بگیرم y منهای 3 مساوی میشه با 2 ضرب در x منهای 2 که یا به علاوه 2 خط مماس بر منحنی در t برابر با 3 خواهد بود. با سوال 9 رو من به عهده خودتون میذارم به صورت مشابه. خیلی راحت میتونید با مشتق گیری این رو انجام بدید. سوال شماره 10 چون تابع ln داره بذارید سوال شماره 10 رو هم بررسی بکنید. x ما برابر میشه با 1 تیوم، مشتق x نسبت به متغیر t برابر میشه با منفی 1 تقسیم بر t به توان 2 و y ما برابر میشه با منفی 2 به علاوه ln t که مشتق y نسبت به متغیر t برابر میشه با منفی 2 که 0 میشه 1 تیوم و y پریم ما برابر میشه با مشتق y تقسیم بر مشتق x که در نهایت 1 تیوم تقسیم بر منفی 1 تقسیم بر t به توان 2 رو به ما نتیجه میده که t به توان 2 در صورت ظاهر میشه و t در مخرج یک منفی هم داریم و صورت مخرج اگر با یک t حذف بکنید در نهایت منفی t مشتق مسئله ما خواهد شد. m ما برابر میشه با منفی t رو در نقطه 1 میخوایم به دست بیاریم و منفی 1 شیب خط مماس ماست. من اگر 1 رو در داخل x و y قرار بدم به جای t، x صفر من برابر میشه با 1 و y صفر من برابر میشه با منفی 2. پس میشه x y به علاوه 2 مساوی میشه با منفی 1 در x منهای 1. خط مماس بر منحنی برای سوال شماره 10 به این صورت به دست میاد. یک بار دیگه هم شما میتونید مشتق بگیرید و مشتق دوم این رو هم داشته باشید. یعنی اگر من میخوام مشتق دوم رو بگیرم d2y به dx2 در واقع من یک بار باید از y پریم مشتق بگیرم نسبت متغیر t که منفی 1 هست در صورت مخرج ما هم که قبلا نسبت متغیر از x نسبت به t متغیر t ما
مشتق گرفته و منفی 1 تقسیم بر T2 هست و در نهایت با ساده سازی این کسر T2 رو به عنوان مشتق دوم میتونیم معرفی بکنیم. باز حل شماره 11 توابع مثلثاتی، 12 توابع مثلثاتی و 13 هم باز روابط توابع کسری است. بذارید 14 رو حل کنیم و به عنوان آخرین سوال این بخش میتونیم شیب خط مماس رو در t برابر با 0 دست بیاریم. x رو برابر با t به علاوه e به نمای t و y به صورت 1 منهای e به توان t معرفی میشه. مشتق x نسبت به متغیر t برابر میشه با 1 به علاوه e به توان t و مشتق y نسبت به متغیر t هم برابر میشه با منفی e به توان t. از این دوتا من میتونم نتیجه بگیرم که y پریم من برابر میشه با مشتق نسبت به متغیر t، مشتق y نسبت به متغیر t که همون e به نمای t، منفی e به نمای t و در مخرج هم 1 به علاوه e به نمای t رو باید قرار بدم و به این صورت y پریم به دست میاد. m من برابر میشه با y پریم در نقطه t برابر با 0 و اگر t رو در 0 قرار بدم e به نمای 0 برابر میشه با 1 منفی 1 تقسیم بر 1 به علاوه 1 برابر میشه با منفی 1 دوم. x 0 من باز مقادیر رو قرار میدم، t برابر با 0 رو قرار میدم برابر میشه با 1، y 0 برابر میشه با 0 و y منهای y 0 که 0 هست مساوی میشه با منفی 1 دوم در x منهای 1 خط مماس بر منحنی هست y مساوی میشه با منفی 1 دوم x به علاوه 1 دوم. به این صورت مشخص میشه d2y به dx2 برابر میشه با dy پریم dx که این برابر میشه با dy پریم به dt به dx به dt و این برابر میشه با باز باید یک بار از این عبارتی که دورش خط کشیدم من مشتق بگیرم. میشه مشتق صورت در مخرج، مثلا مشتق مخرج در صورت. مشتق صورت میشه منفی e به نمای t منهای ضرب در مخرج دیگه 1 به علاوه e به نمای t منهای مشتق مخرج که e به نمای t هست ضرب در صورت که باز یک e به توان t هست بشه e به نمای 2t تقسیم بر مخرج به توان 2 1 به علاوه e به نمای t به توان 2 کلش تقسیم بر مشتق x نسبت به t که ما قبلا حساب کردیم 1 به علاوه e به نمای t هستش. حالا اگر من این رو کم ساده تر کنم به یک سری نتایج میرسم که اون رو دیگه به عهده خودتون میذارم. امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید و مشتق گیری رو یک بار دیگه ما اینجا مرور کردیم. میتونید به بخش مربوط به مشتقات که در فصل‌های گذشته راجع بهشون صحبت کردیم در ریاضیات عمومی 1 میتونید به اون مراجعه کنید، مشتق گیری ها رو دوباره ببینید و تطبیق بدید با اون چیزهایی که ما اینجا امروز صحبت کردیم راجع بهش که تلفیق مشتق گیری و معادلات پارامتری هستش که در این بخش از درس بهش پرداختید و امیدوارم که تمریناتی که به عهده خودتون گذاشته شده رو حل کنید. سوالات خودتون رو در این زمینه با ما به اشتراک بذارید. حتما کانال ما رو به دوستای خودتون هم معرفی کنید تا بتونیم در بهبود پایه‌های ریاضی بقیه دانشجوها هم اثر مثبتی داشته باشیم. همه رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.